Телефон изымается, запрещено разговаривать, пользоваться телефоном в административном здании. Че пидела, блядь? Пересмотрелся в Ютубах, а? Ты шапка, а? Че так базаришь, а? Ты пидела, блядь, а? Ты че, а? Тебе че, балада забить, а? Чучело, смотри, блядь, запоминай, блядь, ты в риэлторе, понял? Ты куда попал, в какую страну, блядь? Может, у тебя говна найти, блядь? Пару грамм, блядь, поедешь, нахуй, а? این تنها قسمتی کمی ثبت صدایی کارمند پلیس شعبه کارهای داخلی ریوتوف است که فعلا شخصیتش مشخص کرده نشده است. مأمور پلیس مهاجر تاجیک را در شعبه دشنامه‌های قبیح داده تحقیر می‌کند. او از آن به خشم آمده است که زاده تاجیکستان عبدالرحیم سبب منع کردن او را در کوچه پرسیده است. بدتر کارمند شعبه امور داخلی ریوتوف ویدیو را از خاطره تلفنش پاک کرد اما ثبت صدایی را ندید. تو در کشور خودت نیستی، فهمیدی؟ تو به اینجا مهمانی آمده ای. من به اینجا برای کار آمدم. در اینجا چی کار میکنی؟ به کشورت رو در آنجا کار کن و پلیس کشور خود را به نوار بگیر، فهمیدی؟ خود عبدالرحیم میگوید 10 سال باز در روسیه کار میکند و بار اول است که با چنین بی‌قانونی روبرو شده است. وی ساعت‌هایی را که در شعبه کارهای داخلی گذراند با دهشت به یاد می‌آورد. وی گفت پلیس او را تحقیر کرد، به قفس سینه‌اش چند مشت زد و مجبور کرد که لباس زیرش را کشد. من از آنها پرسیدم که قرارداد کاریم با آنها چه لازم است. آنها گفتند که من باید این حجت‌ها را با خود بگردانم. پس من تلفنم را برآوردم و گفتم ثبت میکنم. بعد این آنها مرا به شعبه بردند. تلفنم را روی میز گذاشتم. آنها مرا بوغی کردند و در دیوار راست مانده با مشت زدن گرفتند. مهاجر تاجیک نمی‌خواهد خودسری پلیس را به گوشه فراموشی سپارد. عبدالرحیم نظروف برای گرفتن یاری حقوقی به سازمان‌های حامی حقوق مهاجران در روسیه مراجعت کرد. حالا آنها به کمیته تفتیشات و نهادهای دیگر عریضه نوشتند. ولنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران در روسیه به تلفن باوری ریاست کارهای داخلی ولایت مسکو زنگ زد. گوشی را نوبتدار تیورین برداشت. حالا در روبروی مهاجر از تاجیکستان نشسته است. کارمندان شعبه کارهای داخلی ریوتوف این جوان تاجیک و در عموم مردم تاجیکستان را تحقیر کردند. او در دالان شعبه 2 ساعت نگاه داشته شد. آنها برگشتند و از جیب مهاجر 550 روبل روسی را گرفتند. این خبر را به رهبریت میرسانم. پلیس درباره این حادثه معلومات دیگر نمی‌دهد. به قول حامی حقوق ولنتینا چوپیک، مأمور پلیس چند بند قانونی جنایی روسیه را پایمال کرده است. در این حالت بندهای قانون ماده 330 قسم دوم خودسری، قسم 1 ماده 301 بازداشت غیر قانونی و قسم 1 ماده 286 سوء استفاده از وکالت‌های خدمتی و تهدید استفاده زور نقض شده است. حامیان حقوق میگن رفتاری به گفته آنها غیر انسانی بعضی از ماموران پلیس روسیه با مهاجران حادثه نو نیست. آنها باور دارند که این وضعیت حاصل معلومات کمی حقوقی مهاجران و احساس بی‌جزا ماندن کارمندان حفظ حقوق روسیه است. با این حال حامیان حقوق باور دارند که وضعیت را تغییر دادن ممکن است اگر به گفته آنها مهاجران حق خود را دانند.